بله سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام، حال شما خوبه؟ سلامت باشید، بفرمایید خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من علی هستم، از ایران صحبت میکنم. با آقای انصاری کار داشتم. آقا علی بفرمایید، صداتون داره پخش میشه. میخواستم با آقای انصاری صحبت کنم. دارید با من صحبت میکنید برادر عزیز. علی جان بفرمایید. سلام آقای انصاری، حال شما خوبه؟ سلام برادر بزرگوار، بفرمایید. آقا ببخشید، من شیعه هستم و مخالف هستم حقیقتا، اما به نام انسانیت میخوام از طرف انسانیت حرف بزنم. بفرمایید. حالا تو شیعه تو سنی، توهین کردن حقیقتا نباید توهین کنن. من دور هستم از نسل آریایی، اما توهین کردن خدا سر شاهد. حالا من شاید مخالف سرسخت شما باشم یا حالا بعضی از عقاید، درست. اما توهین کردن حقیقتا به شما که دارن توهین میکنن، اصلا شما دشمن من، به شما دارن توهین میکنن، من اینجا ناراحت میشم. چون حالا توهین کردن تو شخصیت دیگه انسان نیست. حالا ما از طرف از دیدگاه انسانی داریم نگاه میکنیم. علی جان برادر عزیز، این که زنگ زد به من گفت که آقا دزده، میدونین این کیه؟ این نماینده تام الاختیار آیت الله دکتر حسینی قزوینی، مدیر شبکه ولایت، استاد حوزه علمیه قم و دانشگاه تهران. متوجه شدید؟ حالا ما دو شبکه رو نگاه میکنیم. ما حالا رو عقاید خودمون هم میمونیم. حالا اگه هر چیز بوده و اهل سنت و شیعه خدا وکیل باید دستشون با هم باشن. حالا دشمن اصلی همه مجید یهودی و این حرفا نیست دارن ما رو ریشه چند میکنن، نفاق انداختن بین شیعه و سنی. من نباید دستمون تو دست هم باشه. حالا من عقاید خودم، شما عقاید خودتون. من زیاد تو زیاد نمیرم، خدا سر شاهد هنوز پولم ندارم زن بگیرم، 23 سالمه هم، اما موندم. حالا ما خدا گفته این کارو نکن اون کارو دیگه، زیاد تو زیاد نمیرم چون گمراه بشم یه حرفا. اما خدا وکیل یه کاری کنید حداقل امت محمد از بین نره. من به خاطر امت محمدم، خدا سر شاهد من 23 سالمه، کاری هم به کسی ندارم. دشمنه، اما دشمنم هم توهین نمی کنم یه حرفا. آقا مخالف صحبت میکنم، هیچ فوشی هم نیست. تشکر علی جان، در این مورد صحبت میکنیم. تشکر، در این مورد در خدمت شما هستم. خدا باشید علی جان، خدا نگهدارت. علی جان برادر عزیز بزرگوار، شیعه هستی سنی هستی، ما بارها اینجا گفتیم که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میگه که یا ایها الناس، نگفته یا ایها الشیعه، یا ایها السنه، یا ایها العرب، یا ایها الحجم، نگفته، گفته یا ایها الناس، ای انسان. همونطوری که شما گفتید به اسم انسانیت، الله سبحانه و تعالی میگه یا ایها الناس، ای انسان ها، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ما شما را از یک پدر و مادر آفریدیم، آدم و حوا علیهم السلام، و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، ما شما را قوم و قبیله ساختیم، ایرانی، افغانی، ترکمن، ازبک، نمیدونم تاجیک، روسی، آمریکایی، برزیلی، نمیدونم آفریقایی، عرب، فارس، لور، کرد، ترک. برای چی؟ لتعارفوا، تا هم دیگر رو بشناسید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما در نزد الله پرهیزگارترین شماست. نگفته ان اکرمکم عند الله شیعه، ان اکرمکم عند الله سنه، ان اکرمکم عند الله فارس، ان اکرمکم عند الله عرب. نگفته ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما در نزد الله سبحانه و تعالی پرهیزگارترین شماست. همه ادیان، حتی همون دین زرتشتی، گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک. همه ادیان، همه مکاتبی که اصلاحی بوده برای بشر، چه از آسمانی بوده چه زمینی بوده، همیشه هدفشون مکارم اخلاق بوده، غیر از دین تشیع. این که مثلا شریفی و قزوینی و حتی خامنه‌ای، من کلیپ‌های فحشاشو بچه‌ها جمع کردن اینجا دارم، من با موسیقی اصلا نمیتونم نشون بدم.
در دین اینها توهین کردن، اهانت کردن به مخالفین جزء مکارم اخلاق محسوب میشه. وقتی که شما توهین بکنید جزء مکارم اخلاق براتون محسوب میشه. الان من خدمت شما عزیزان این کتاب مصباح الفقاهه نشون بده احمد جون. کتاب مصباح الفقاهه فی المعاملات ابوالقاسم موسوی خویی جلد دوم. اینجا الوجه الاول انه ثبت فی الروایات، در روایات ثابت شده، والعطیه و زیارات و دعا و زیارت نامه ها، جواز لعن المخالفین، جایز است که مخالفین را لعن بکنی، و وجوب البراءة منهم، از اونها اعلان براءت بکنی، و اکثار السب علیهم، به اونها زیاد فوش بدی، و اتهامهم، بهشون تهمت بزنی، و الوقیه فیهم، یعنی غیبتشون بکنی، ای غیبتهم لانهم من اهل البدع و الريب، به خاطر که اونا اهل بدعت و شک هستن. بل لا شبهة فی کفرهم، بلکه شبهه‌ای نداریم که اینها کافر هستند. لان انکار الولایه والائمه حتی واحد منهم، وقتی که انکار یکی از ائمه و یکی از امامان رو بکنه حتی یکیش کفرآوره. بل اعتقاد به خلاف غیرهم، کسی که به خلافت غیرهم، که اعتقاد به خلافت غیرشون داشته، و بالعقائد الخرافیه، و عقاید خرافی، یعنی ما شدیم خرافی. کالجبر و النحو یوجب الکفر، که اینا رو کفر میاره، و زندقه، زندیقی میاره، یعنی از اسلام خارج میکنه. و تدل علیه الاخبار المتواتره الظاهره فی کفر منکر الولایه، اخبار ظاهر و متواتره ای که داریم در مورد کفر ولایت رو ثابت میکنه، دلالت میکنه بر کفر منکر ولایت، و کفر المعتقد به عقاید المذکوره، و کفر کسی که به اون عقایدی که بالا ذکر شده، و ما یشبهها من الضلالات، و چیزای گمراهیایی که مانند این باشه. بالله علیک آقا علی، در کدوم دین فوش دادن به مخالف جز مکارم اخلاق حساب میشه؟ یعنی تو به من فوش بده درجت میره در جنت بالا، یه فوش دادی یک درجه، دو فوش دادی دو درجه. غیر از دین شیعه در کدوم دین است؟ این آیت الله خوییه، کتاباتون پر از این چیزا. خمینی هم همینو میگه، کلینی هم همینو میگه، مجلسی هم همینو میگه، شیخ مفید هم همینو میگه. همه علمای شما این به این عقیده هستن که باید تهمت زد. الله المستعان، تهمت بزن. تهمت یعنی چی؟ اگر شما یک کسی رو مثلا بهش گفتی که مثلا فلانی دزده، اگر واقعا دزد باشه غیبتشو کردی، اگر دزد نباشه تهمت بهش زدی. هر دوتاش جایزه در دین شیعه، هم غیبت هم تهمت. والاکثار سب علیهم، تا دلت میخواد فوش بده. این آخوندایی که اینجا زنگ میزنن میدونی چیکار میکنن؟ میرن وضو میگیرن، بعد میان تماس میگیرن تا به ما فوش بدن. میدونی چرا؟ چون همونطوری که من سنی، من مسلمان میرم نماز میخونم قربتا الی الله، اینا فوش میدن قربتا الی الله. به خاطر همین در حسینیه ببینید که گفته بود اینجا، نشون بده احمد جان یک بار دیگه، جواز لعن المخالفین و اکثار السب علیهم. چرا در حسینیه فوش میدن؟ چون که عبادته. اون عزاداریایی که میرن عبادته. قربتا الی الله به ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و عایشه و حفصه و اصحاب و اهل بیت پیامبر فوش میدن قربتا الی الله، عبادت دارن انجام میدن. آمادگی کامل گرفته رفته اونجا داره عبادت انجام میده. اینجا که زنگ میزنن اینا فکر نکنید که اینا دیوونن خلوچلن، نه، اینا آدمای عاقل بالغ رشید. داره چیکار میکنه؟ داره عبادت انجام میده. این دین و مذهب ایناست. به خدا زردشتی شما میگید که یهود و نصارا تفرقه میندازه، یک دلیل بیارید که در کتب یهود و نصارا، در کتب یهود و نصارا، در تورات و انجیل به محمد مصطفی و امثالش تهمت زنا زده باشه که اینا در کتاباشون هست. یک روایت بیارید از تورات و انجیل که به همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم توهین و اهانت کرده باشه، به اصحابش توهین و اهانت کرده باشه، بلکه تعریف محمد مصطفی و اصحابش در تورات و انجیل است. اما کتاب‌ها اینا پره از توهین به نزدیکترین انسان‌ها به رسول الله. من گفتم در صحبتم به ابو جهل و ابو لهب و امیه بن خلف که کاری ندارن، چسبیدن به جان ابوبکر و عمر و عایشه و طلحه و حفصه و زبیر و اینا که به اینا توهین بکنن، نزدیکترین انسان‌ها به رسول الله صلی الله علیه و سلم. آقا در دین بودایی باید فحش ندی، مؤدب باشی. در دین آتش پرستی زردشتی باید گفتار نیک داشته باشی، پندار نیک داشته باشی، کردار نیک داشته باشی. در دین یهودی باید اخلاق خوب داشته باشی، در دین نصرانی باید اخلاق خوب داشته باشی، در دین هر دین و مذهبی که بگید
همه ادیان و مذاهب و مکاتبی که فعلا وجود داره در هیچ کدوم شما نمیابین که پیروانشون رو تشویق بکنه به فحش دادن الا دین شیعه. لعن زیاد بکنید زیاد فحش بدید، لعن زیاد بکنید و عملا دارن این کارو میکنن. آخوند جماعت داره این کارو میکنه. 15-16 نفر رو در خیابان انقلاب در تهران انداختن، یه دفتری براشون گرفتن، شما تلفن رو جلوشون هست، کارشون چیه؟ فقط فحش بدید. که کساندیز براشون داره میرسه، فقط فحش بدید به شبکه‌های توحیدی. این است دینی که داره خمینی و خامنه‌ای و سیستانی و کلینی و مکارم شیرازی و آخرش هم نمونه‌اشا دروغگوی مکار قزوینی و شریفی و اینا همه شاگردای اینان. کسی که در مکتب اینا بزرگ شده باشه، شما میخواید چی بگه به شما؟ میخواید بیاد بگه از مکارم اخلاق صحبت بکنه؟ اون کسی که در مورد اخلاق صحبت میکنه شاگرد مکتب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. اون کسی که در مورد اخلاق صحبت میکنه شاگرد علی ابن ابی طالب است. اینها شاگردان عبدالله ابن سبی یهودی هستند. از اینا بیشتر از این ما توقع نداریم.